سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من زهرا هستم، به پیج آشپزی من خوش اومدین. امروز میخوام براتون یه صحن آجیلی خوشمزه، مقوی و سالم براتون درست کنم. با من همراه باشید. 1/2 پیمانه شکر، 1/2 پیمانه ارده، 1/2 پیمانه مغز خرد شده پسته، 1/2 پیمانه شیره انگور و 2 پیمانه هم کنجد سفید که ما باید اینو تفت بدیم مقداری، بعد آماده میشه برای صحن. و همچنان که مشاهده میکنین 2 قاشق گردو خرد شده، 2 قاشق خلال بادام و 2 قاشق پسته خرد شده برای روی صحنمون. اول میریم که کنجدمون رو تفت بدیم. 1 پیمانه، 1 پیمانه دیگه هم بهش اضافه میکنیم. این هم 2 پیمانه با حرارت خیلی ملایم، با صبر و حوصله اینو تفت میدیم. دوستان عزیز همراه، اینم صحن آجیلی ما، خیلی خوشمزه و مقوی. با یه فنجون چایی میل کنید و لذتشو ببرید. متشکرم. خدا نگهدار.